سلام علیکم مادر جان. والیکم بچم کجا بودی تو چقدر وقت آمدی کجا بودی تو میگن به خدا امروز یک قصه دارم میگن که امت نام خدا ام بچه کاک شیرین آقای نام خدا امت اکشیدین بچه گل بچه که به خدا وقت امی تعریفایش از سنگ چوب از گاو گوساله خدای را از نظر گاو گوساله نگاه کنه از خلق عالم شنیدیم که میگن ام بچه کاک شیرین آقای نام خدا امت یک شیرین بچه امت یک قند بچه که خدا دیگه او را نگاه کنه دیگه خدا میگه نام خدا امت یک قد برش داده بچیم که همه اگه طرف قدش سعی کنی اگه کلاه در سرت باشه پایان میفته بچه اگه خانما طرفش سعی کنن اگه چادر باشن چادر داشته باشن چادرشون همچنان میگن نام خدا دیگه خدا امت یک کاسه چشما داده که پستی کاسه غلق واره چشماش امت مقبول است بچه دیگه مادر جان ما ایت نفهمیدیم که تو از خوبیش برمد شروع میکنی که در گپ نیستی از مخبودیش که حال ما مقبول نیه بچیم تا مقبول استی. خیلی چون دیگه تعریف بچه کاکاشین لاغای من میکنی مادر می بچیم خب همی از سنگ چوب شنیدم دیگه همی کل خلق عالم میگه بچیم طرفش کمی سعی میکنی همه دعواست میکنی این مادر جان چی میگی دعواس چی تو میگی؟ بی بچه مرچی میگن دیگه پس پیدی عوض مرچی میکنه خون دخترها هم تا قصه کدن نمیگه دیگه و خز زبان از دان از رو برد قصه میکنه بچه تو طرف مت نکده سر مت اومد نکن ما از زنان نیستم تو هدف سینما دارد بی بچه بازی گفت مادر جان قسمی که میگی آدم رقم و خطا میشه فکر گرفته بگو مادر. بی بچه این دیگه تو حال خونه میگن نام خدا همه توی هوشیار بچه همی که میگه که همی سو وقت میشه نانه و برات احترام میکنه بچه هم تقیق تو میخوره در زمین میره زیر پای مادر پدر میفته مادر جان ما احترامت نکردیم ما احترامت نداریم. دی بچه به خدا این گپ نزن دیگه به خدا خودتون یک قند بچه است شیرین بچه است امت نام خدا میاجه کشتیم به خدا اولین گپ کلمی که از دان برام من نام تو بده بچه ما تو نگفتم که تو خودت احترام مرا نمیکنی خور دیگه مردم نام خدا همین تعریف میکنه میگه که نام خدا بچه که شیرین آقا دیگه امت یک شیرین بچه که تو میگن نام خدا همت یک بچه بچه قند بچه که میگن همی صبح لازان میخیزن میگه باش که همین نگه که همین بابگه که آزرده نباشن آرام باشن اون این گوسپندکار گرفته میبره برای چراندن تا وقت مکتب خود بچه این وقت مکتب که شد اون گوسپندکار پس میاره در جایش تابلیش استاد میکنه بعد از او هم کتابکار زیر بغل میزنه میگه بده که نمیده دخمنان نمیخوره طرف مکتب میره بچه شام هم که شد که پس که آمد آنمون تو باز این کتابا را گزلک میکنه نان میخوره نمیخوره پس میبره سارا برای چراندن که باشه نرگکم با رام باشه بچه دیگه خب ما نفهمیدیم مادر جان که از هوشیاری از همی هوشیاریش بود. نه بچه نام خدا میگه هوشیار بچه همی 18 ساله که شد میگن نه باور پیشری خودشان نگفت مادر جان پدر جان ما از بچه های علاقهشت کوچاگشت سربازاری نیستم مرا این کاکاو دیگه خسم نمیاد مرا این بیرگشته خسم نمیاد مرا جای رفتن خسم نمیاد مرا این سینما رفتن خسم نمیاد مادر جان پدر جان ما از او بچه ها نیستم ما میخوام که آرام در خانه باشم دیگه اگه غم مرا بخواین زن بتین مرا همون بهترتر است این مادر جان اینجا رقم باشه کمی 18 ساله شد بیستو که در فکر زنه کرد بیا بچم دیگه خودتون این توسته که فکر زنه نمیکنی سعی که اکسپایر میشی آره مادر جان خود چطور کنن که زنهای آل ساختنشون نظرم مشکل است کنی میشینن خب ما خود تو نظرم نمیفهم تا مشکل پسند هستی دیگه بچه ما اوشون نمیفهم که نظر مشکل است وستی که برمه دیگه اون بچه که پشین آقای نام خدا تو خوب بچه میگن کسی را نه از دیویدی از دیویدی میگن ویدیو میگن بچه میخونه از امریکا آمده میگه دختر فیلم دیده میگه که مادر جان این همین دختر میشه خوب خیلی فکرش طرف امریکا رفتن است این فکر دارم من میفهمم که تو شوری کرده خوب شوری زمیجه از فامیل ما مادر جان ما دیگه بچه من امور زیر نظر دارن دیگه اگه چه و خواست خدا باشه بچه من امور برش میگه خوب خدا نیک مبارک کنه دیگه مرا بس از قصه بچه که باشه ناقا مادر جان دیگه خودتان فکر تا بیدی از هر جایی تو رقم قسم که خیر از سانسور که قسم کردی